و اما تهران چه شهری؟ داستان شهر شدن تهران برمیگرده به دوره شاه طهماسب صفوی. شاه طهماسب از آب و هوای تهران خیلی خوشش می اومده. بعد تهران یه جورایی مرکز ایران بوده، میاد تهران رو از روستا به شهر تبدیل میکنه. شاه طهماسب میاد دستور میده که 4 دروازه اطراف تهران درست کنن. به تهران اون موقع میگن حصار صفوی یا شاه طهماسبی. در واقع تهران شبیه 4 ضلعی بوده. ضلع شمالیش خیابون امیرکبیر امروزی، ضلع جنوبیش خیابون مولوی، ضلع شرقیش خیابون ری و ضلع غربیش خیابون شاپور امروزیه. حالا برید سراغ هر کدوم از این ضلع‌ها یا دروازه‌های تهران. ضلع شمالی یا دروازه شمالی همون خیابون امیرکبیر بوده، جایی که امروز میدون توپخانه مترو امام خمینی قرار داره. این دروازه شمالی تهران دروازه شمرون بوده. ضلع جنوبی تهران در خیابان مولوی امروزی قرار داشته و دروازه جنوبی تهران دروازه شاه عبدالعظیم بوده. یه بازار معروفی هم توی جنوب تهران اون زمان بوده به اسم بازار حضرتی. بعد به خاطر این اسم بازار حضرتی بوده که نزدیک دروازه حضرت شاه عبدالعظیم بوده. دروازه شرقی تهران دروازه دولاب بوده که در خیابون ری امروزی قرار داره، شرق محله چاله میدون. دروازه غربی تهران دروازه قزوین بوده. بعد به خاطر این اسمش گذاشتن دروازه قزوین که از اونجا به سمت قزوین میرفتن که الان جاش خیابون شاپور یا همون وحدت اسلامیه، در واقع امتداد ضلع غربی پارک شهر. یعنی تهران زمان شاه طهماسب اندازه منطقه 12 تهران امروزی هم نبوده، همینقدر کوچیک. این محدوده تا زمان آقا محمد خان و فتحعلی شاه همینقدر بوده. بعد که در زمان قاجار تهران به عنوان پایتخت انتخاب میشه، شاه‌های قاجار محله‌ای درست میکنن به اسم محله ارگ که محل قرارگیری دیوان و دربار شاه بوده و حرم سراشون هم داخل ارگ بوده که در و دافاشون اونجا ریخته بودن. از ارگ الان فقط یه کاخ گلستان باقی مونده که اگر از این کاخ دیدن کنید اطلاعات جالبی راجع به سلسله قاجاری دستگیرتون میشه. اطراف محله ارگ برج و بارو بوده. اون زمان اطراف محله ها رو برج و بارو میذاشتن. جنوب محله ارگ بازار بزرگ تهران بوده. در واقع محله ارگ توی تهران اون موقع بالا شهر تهران به حساب می اومده.